بادامی تلخ، این گندم، لوبی، نخود، این لوبیو خیلی چند خیلی لوبیو هم که باید کنه. بعد عمیق محصولات دیبارت هست. لکه آبی دیگی موزی جوشیده است وجه. انا اوزی همی لوبیوگیو را نخود لوبیو را ما بریم دیگ در میاندازیم. اینا جوشیدن که تیار کشیدن. گندم همه اینا را فقط اینجا بادام است. این دورش میبریم دیگ ده هم تا جای میاندازیم. اینا جوشیدن که تیار شدن. پختن تیار کشیدن. با ما بادام شیرین میکنیم و شیره بادام دیگ ده میاندازیم. انا که بادام کتلگی ما رو مانیم سطیل ده میگیریم. انا ایکا آبی جوش میریزیم بعد باد میکشیم. خیلی بود میکشید. بود کشیدن میگیریم. خیلی بود میکشید. انا که همون محصولاتایی که ما دیگه داریم دختیم جوشیده است بدن لوبیو انا گندم نخود لوبی انا الان که اینو تیار شدن اینو تیار شدن انا که ما میتونیم که شیره بادام امی وایده دیگه یا جویا کنیم بیو می گندم و نخود لوبی برابر میپزن اینو رو وای میکنیم اگر که وای باشه فورا که تسترک تیار شود انا نخود لوبی را ای بگویی تر میکنیم سحر قطعی گندم کتیدگی کو یا جویا میکنیم گندم کتیدگی تست تیار میشود انا که ما شیره بادام انا این او خراب مونده یا جویا کردیم او خودی ما تیار شدن که کم تا یا سر که جوشیدی یا خود تیار میتونیم که استعمال کنیم یک نیم ساعت جوشه بود این خش وای میشه با مزه تر میشه نیم ساعت جوشه این همین نازکیش فقط یعنی بادام اگر که شیرین کردن نتونیم کلید میکنیم نکیم که اگر که تونستیم همین بادام ده کمتر نازکتر کرده دیگرش خیلی نیم دیگ ده جوشیده میگیرم میپزه الله که خوندی میپزه دیگرش بعد که شیره بادام که انداختی کوفته کم کمی کوبی نکوفتی بعد ممکن تگش دیگ چسبونه این خیلی نمیچسبونه خیلی نه خود تیار شدیو دلدی با بادام ما تیار شد ما ایران میبرداریم و طبق ده میبرداریم دلده با بادام منطقه رومی تیار شد.